سلام، خوش اومدین به یه ولاگ دیگه با من. امروز 17 مارچه و سن پاتریک دیه. این روز توی کانادا برای ایرلندیا خیلی مهمه. چرا؟ چون روزیه که سن پاتریک مسیحیت رو به ایرلند آورده. حالا چرا این موضوع که برای ایرلندیا مهمه توی کانادا هم خیلی پررنگه؟ به خاطر اینه که بعد از قحطی که توی ایرلند اتفاق افتاده، تعداد مهاجرایی که اومدن به کانادا خیلی زیاد شده و شما میتونین این موضوع رو توی تورنتو، مونترال و اینا پررنگ‌تر ببینین، در حدیه که توی این روز توی تورنتو، مونترال و اینا رژه مخصوص دارن. بعد آقا نماد روز سن پاتریک شب در 3 برگه که نشون دهنده پدر پسر روح القدسه. بعد توی این روز همه سبز میپوشن، نوشیدنی‌های سبز میخورن، خیلی باحاله. بزن بریم امروز رو کنار هم تجربه کنیم. چون من و عرفان دوتا رو انتخاب کردیم. عرفان کلاه داره، من همین. بریم ببینیم که چی در انتظارم. بزن بریم. چها عینک عرفان هم بدیم امتحان کنه. چطور شد؟ عالی. بزن بریم. ببین بزن عینک خودت کو عرفان. اینجا صبر کن. بیا اول عینک خودتو بزن، بعد اینو بزن ببینیم چجوری میشه. پاره نشه مواظب باش. خوبه، باحاله، اصلا معلوم نیست. وای میسته. صبر کن یه خورده اینو بکشی پایین. اوکی حالا بزن بریم. بچه عرفان حتی جورابش هم سبزه. یعنی عاشقته. بریم ببینیم که چی در انتظارمونه، به خاطر اینکه احتمالاً اصلا پابا و اینا همه پر باشن، چون میگفتن که خیلی شلوغه و اینا. حالا این اولین سالیه که ما میخوایم کاری بکنیم. البته پارسال هم بود سن پاتریک دی، ولی ما کاری نکردیم. ولی دیگه امسال گفتیم بریم ببینیم چه خبر. یکی از پابایی که مدیرمون گفت این بود، رویال اوک. گفت این ایرلندیه و کلی حالا ممکنه که آهنگ و چیزای باحال داشته باشه. اونجا هم اگه ببینین پرچم ایرلند رو زدن. بریم ببینیم چه خبره. مرسی. اوه چقدر پرچم. خیلی باحاله. هر نوشیدنی که سفرش میدین بهش رنگ خوراکی میزنن که سبز بشه، مناسب امروز بشه. بخوایم ببینیم چجوریه. خوبه. بچه ها ما فیش اند چیپس سفارش دادیم، بخوایم ببینیم چطوریه.
چقدر سرده. آقا ما برگشتیم، خیلی سرده، اصلا عادی نیست. آخه خیلی هوا خوب شده بود، دوباره نمیدونم چرا انقدر سرد شده. باحال بود، خیلی باحال بود. همه جا سبز بود، همه سبز پوشیده بودن و دیگه همه چیز سبز شده بود. حتی مثلا ویترها و اینم لباسه سبز و این مدلی پوشیده بودن. بعد دیگه مردم باحال بود، میزدن میرقصیدن میخوندن و فلان. البته که ما یه مشکلی که وجود داشت این بود که برنامه اینا 5 تا 9 بوده. بعد ما نمیدونستیم و ما تازه 9 رفتیم و وقتی که 9 رفتیم تقریبا دیگه همه چی جمع شده بود. ولی تجربه باحالی بود، بد نبود. حالا اینکه اصلا ببینی چطوریه و اینا باحال بود. ولی من شنیدم که توی ونکوور و تورنتو و اینا اصلا راهپیمایی میشه و اصلا خیلی قضیه جدیه. ولی اینجا نه، مثلا در حد همین که رستوران ها مثلا پابا سبز بشن و مردم سبز بپوشن و فلان، در همین حده. خلاصه که دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا ویدیو با هم همراه بودین. اگر که دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین و بوس بهتون.